عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله برادر. شما خوب هستی؟ سلامتی خوبه؟ احوالتان خوبه ان شاء الله؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برادر خوب هستی ان شاء الله؟ احوالتان خوبه؟ چه حال دارین؟ نه برادر. شبازون خوبی؟ سلامتی خوبه؟ احوالات خوبه؟ سهیلی الله سبحان برکت برادر. نه پیش سمندر که بگذار داخلش بیسته. سود هستی؟ خوب است شباز جان؟ احوالات خوبه؟ کارو چخیله؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته برادر من أحمد. إن شاء الله الله سبحانه نگهبان تو باشه پروردگار سربلندی دنیا و آخرت براتون نصیب گردونه. کارات خوبن شباز جان؟ احوالات خوبن؟ زندگیات خوبن؟ فرزندکات خوبن ان شاء الله؟ الله برکتون تیه. احمد برادر شما خوب هستی؟ الحمدلله برادر. شکرانه خدا بهترین. ای شما پرسیم شما خوبین ان شاء الله؟ عليك. شو میگری زی سمندر؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نيموچو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته برادر حاتم. الله سبحانه هر یکی شما را در راه دین صراط المستقیم استوار کنه. پروردگار گذشتگان تا رحمت و مغفرت کنه برادر. الله سبحانه یار مددگارتان باشه. الحمدلله برادر خوب هستیم. شما خوبین؟ الحمدلله. راست میگوی شباز. خیمه هم گفتمش خچ کده. فیروز برادر علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خیمه هم گفته بودم شباز جون که خیب انشالله که یک وقتی میشه با خوب میشه. برادرم فیروز کدام فیروز باشه؟ برادر من حاتم جان الحمدلله بهترین هستیم. شکرانه خدا. سلامت باشه برادر من احمد جان. الله سربلندی دنیا و آخرت براتون نصیب گردونه. همسایه فیروز همسایه کدام همسایه باشه؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شان عزت الله خوب هستی؟ سلامتی خوبن؟ سمندر دختر داشتید؟ نه نفهمیدم. الحمدلله عزت الله جان. الحمدلله که همینجا دیم که شکرانه خدا میده نو بوی خیخه حرکت که ایسی همین رو داده غزل زبس کردم. بوار که کم ترک مشکل ترک های. سلامت باشه احمد دولت زاده. الله سبحانه نگهبان تو مورد دعا باشه انشالله. خدا خواسته با حرکت میکنیم که قلب های شما از ما راضی باشه. بنده خدا الله سبحانه نگهبان باشه برادر را. خداوند سربلندی دنیا و آخرت براتون نصیب گردونه. الحمدلله برادر من فیروز جان. شکرانه خدا الحمدلله بهترینه. شما خوبین انشالله؟ احوالاتون خوبن؟ نه ما مسکو رفتن نه
هر جای دیگه بودن مسکو رفتن شکرانه خدا بهترینه. الله سبحان تمام غریبایی که در سفر هستند خداوند سبحان از این بلا و از این وبا در حفظ امانش نگهبانشون باشه. الله اکبر. خصوصا بچه‌های سنت پتربورگ که برادرمان نوشتن. نصیب انشالله باید در کدام رقم باشه، بعد در یکم چی بونه اسمه ده در واتساپ در چی نصیب کنن نویس روان که انشالله که برادر حالی جوی نامناسب مقصد بیرون در یک بیرون برآمدم، انا هوای تازه برآمدیم. انشالله که حرکت میکنیم، ولی خیلی شد که مقصد قرائت هم نکردیم. انشالله که حرکت میکنیم که اگم تلاوت ضبط کنیم پرتیم برادر. برادرمان حاتم شریف ها انشالله که ملال نشوی خدا خواسته باشه حرکت میکنیم که خواهشم رو اجرا کنیم برادر. زنده و سربلند باشه که عزت الله خداوند همیشه سربلند دنیا و آخرت برات نصیب گردونه. هیچ مقصد توی پوی نیست که مقصد خدا برکت دیه. زنده باشه برادرمان اکه اهل دین، اهلک نویسته اکه اهل دین. نور اسلام انشاءالله که راستش هر روز اما استودیو میشنم نگاه میکنم مقصد چی بخونم بهتره برای برادرها. یاد وقت تلاوت قرآن پرت گفتم راستش کم نظر میکنن برادرها. همین نشید خونده پرفتم حاضرشته. انشاءالله که حرکت میکنیم که یکم چک باز ضبط کنیم ای قرآن. انشاءالله خدا خواسته باشه میپرتیم برادر. دوم آیاتی از قرآن انشاءالله. اوه بچه زیارت شو الله سبحان برکت ده. سوز خوبی سلامتیت خوبان، احوالات خوبان. چه حال داری بچه؟ الحمدلله اسلام هم برادر عزیز الحمدلله که بهترین. الحمدلله عزت الله انشاءالله که بهترین فرزنده الحمدلله که در حالت خوبن. شهباز جان روزی مقصد در بیرونم انشاءالله که خانه رفتم بعدا تلاوت میکنیم میپرتیم انشاءالله. الله سبحانی برادرمان احمد جان خداوند صداش برا بگردونه، پروردگار در راه دین صراط المستقیم استوارش کنه، پروردگار حافظ قرآن عالم با عملش بگردونه. آمین یا رب العالمین. برادرمان امرالدین الله سبحان در کسب کارت برکت عطا کنه، پروردگار سربلندی دنیا و آخرت برات نصیب گردونه، پروردگار برکت در کسب کارت عطا کنه. الله اکبر. الحمدلله زیارت جان شکرانه خدا بهترین. خیلی پرسم سلامتیت خوبه، احوالات خوبن، کارات خوبن. الله سبحان نگهبان تا باشه برادری که در سنت پتربورگ قرار دارین خداوند همیشه دست بلند سربلند تا بگردونه. آمین یا رب العالمین برحمتک یا رب. الحمدلله برادر راما ابرامو برادر الحمدلله که خوب هستیم. علیکم السلام و رحمت الله. شما خوبی؟ سلامتی خوبان؟ احوالتون خوبان؟ علیکم السلام. عمر شریف و علیکم السلام. الحمدلله خوب هستیم. شما خوبین؟
انشالله که میشه که عزتلو، انشالله که خدا خواسته باشه با فضل پروردگار، خدا خواسته باشه میشه. الله سبحان برات یک همسری با وفا را نصیب گردانه، پروردگار سربلندی دنیا و آخرت برات نصیب گردانه. اکای سعدالله، ما در تاجیکستان قرار داریم الحمدلله که در ناحیه عبدالرحمن جامی عمر شریف و الله سبحان غریب را در حفظ امانش نگهبان باشه، پروردگار سربلندی دنیا و آخرت براشون نصیب گردانه. الله اکبر. الحمدلله بهترین انت یا پلان خطیم شون زیارت شده بهترین های. انشاءالله برادر احمد دولت زاده انشاءالله که قرائت میکنیم. ولی بعد یک غزل دیگه ثبت کرده گیم انشاءالله که پرتایم بعدا یک تلاوت ضبط میکنیم پرتایم خدا خواسته باشه. انشاءالله برادر که هستن هر خیل مقصد با بعضی نفرای هستن که مقصد نشید بسیارتر میپذیرن. برای چی میپذیرن؟ برای که معنی او را درک میکنن، میفهمن در چی باره. به مخاطر کوشش میکنیم که انشاءالله برادر نور اسلام انشاءالله که حرکت میکنیم که تلاوت قرآن هم ثبت کنیم. الله برکت کنه. نصیب و علیکم السلام و رحمت الله. الحمدلله خوب هستم، شما خوب هستین؟ سلامتی خوبان؟ احوالاتون خوبان؟ برادرمان توحید نصیب و نزدیک بدهیم. ساز خوب انشاءالله، احوالاتون خوبان؟ نه برادر نور اسلام حاضرش دکن نه انشاءالله که دعاگو باشین میشه به همش. مصطفى تبارو الله سبحان قلب تبا نور ایمان منور بگردونه. الله سبحان در حفظ امان خودش نگهبان باشه. پروردگار در راه دین صراط المستقیم استوارت کنه. پروردگار سربلندی دنیا و آخرت برات نصیب گردونه برادر. آمین یا رب العالمین. سلام. الله سبحان نگهبان تو باشه. سعدالله كي سعد الله عليه سبحان بحرمتي اللهم رب الناس أذهب البأس والشفاء أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. الله سبحان شفاء كامل شفاء عاجل برود نصيب قدنا. الله أكبر. سلامت باشد. فرهاد جان خوب هستی؟ احوالاتون خوبان؟ الله سبحان شما رو حفظ کنه. زندگیتون خوبان انشاءالله، کارتون خوبان؟ برادر مولوم الحمدلله. برای جان الله خیرتون که الله سبحان شما رو نگهبان باشه برادر. الله سبحان نگهبان باشه که فرهاد. الله سبحان در عمر جان برکت عطا کنه. پیش جای کار دایم که فرهاد نه جای کار دایم برادر. جای هوای تازه برآمدیم. الله سبحان نگهبان باشه برادر. من توحید نصیب و خداوند سبحان در عمر جانت برکت عطا کنه. پروردگار سربلندی دنیا و آخرت برات نصیب گردونه.
پروردگار با تمام خواسته های قلبت برساند. الله اکبر. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مراد برادر من خوب است انشاءالله؟ الحمدلله برادر ما خوشه جان، الحمدلله ما خوب هستیم. شما خوبین انشاءالله؟ سراج الدین برادر عزیز، حالی من بیرنده هستم انشاءالله که شبکه در پرداختی سمکم نشید که انشاءالله برای هم هر یکی شما یکی گوش اندازی انشاءالله. حالی جای من نامناسب در این مقصد بیرنده هستم، بیرنده قرار دارم انشاءالله که جای مناسبی حرکت میکنیم که اگه چه بخوانیم برادر. که عباس دادای عباس دادای برادر عزیز، الله سبحانه در عمر جانتان برکت عطا کنه. پروردگار سربلندی دنیا و آخرت براتون نصیب گردانه. الله سبحانه در ملک غریبی قرار دارین. الله سبحانه نگهبانتون باشه. پروردگار به غنیمت بسیار برای دکانتون به نزد فرزندتون پروردگار برسانتون. الله اکبر. الله سبحانه نگهبان باشه. که فرهاد انشاءالله که باشی نمیشناسم، امرا گفتم کنم در جای کار در این مقصد. حرمت الله تقای الله سبحانه برکتم تک حرمت تک جای که کم علاقه که آخی خاک صحبت کنیم آخی سازی سلامتت خوبان، احوالات خوبان، کارات خوبان، که حرمت زندگیت خوب هستن. الله سبحانه برادر ما فردوسیان در حفظ امانش نگهبان باشه. پروردگار سربلندی دنیا و آخرت برات نصیب گردان. الله برادر تیوی برادر عزیز، من شستن پا ای فرض ای برادر، شستن پا فرض ای. به مخاطر کوشش کنی که فرض با جا بیاری، کوشش کنی که مقصد ما چیزی که در پاوت هستم رو برور بعدا ما فرض با جا بیار. برای که الحمدلله که اشکالی بتونی شرایط ها هستن، الحمدلله کوشش کنی که هم پاوت بشوی بهتر خوبتر میشه برادر. به عذر اجازت نیست، جایز نیست برادر. اگه رنجور باشی، بیمار باشی که مثال برای آب ضرر کنه، در این صورت میشه برادر. کوشش کنین که همه پاوتون بشوین بعدا مقصد طهارتی کامل کنین بهتر خوبتر. الله سبحانه نگهبانتون. برادر من مصطفی، الله سبحانه نگهبانتون باشه. خداوند سبحانه سربلندی دنیا و آخرت براتون نصیب بگردانه. خورشید برادر ما خورشید انشاءالله که دعاگاه هستیم، در حق کل غریبا دعاگاه هستیم برادر. الله سبحانه سربلندی دنیا و آخرت براتون نصیب بگردانه. خداوند سبحانه سربلندی دنیا و آخرت برات نصیب گردانه. که فرمود خیلی مسئله توی خیلی چی نزدیکی آخه توی خداوند برکت بده. انشاءالله در حق کلی برادر دعاگاه هستیم. الله سبحانه نگهبانتون باشه. مسکن همه روی تلفن بدی میشه واقعی حرمت اگر اگم چی باشه
یا رقمای مرا بگی، واتساپ، ایمو، وایبر، همه چی ما صدامو. خوب نمره مرا بگی انشالله که ما جان نمیتونم نمره مرا بگی انشالله که ما در یک چیکه صحبت میکنیم انشالله. عبدالله سعدالله برادر بله هست، اما هر یک ویدیو رو میگذاریم دمو تای ویدیو مقصد همون رقم های کارتمون هسته، انا میتونی که اینجا بگیری برادر. الله سبحان برکاتون تیا اکه انشالله که باید در کنیم مرا مقصد رسخود این اینترنت هسته، مقصد ویدیو میمونیم برای ویدیو موندن اینترنت کم ترک رسخود میشوه. این امی روز آخران روزی مقصد اینترنت های به همون خاطر ما مرا طی کامنتاری مقصد موندیم، اما کارتر کی نمیخیلی وقت دادم مقصد برای با ویدیو موندن برای بعضی کارهایی که مثال چیه انشالله که شما همتون خوب باید در کنین. الله برکاتون تی برادر ما سعدالله هسته، اما انا رقم مزبیر بانک در طی هر یک ویدیو مو ذکری پیر کردگیم انشالله که میتونه بگیری اینجا انا هر چی که نیت هم هست گزارش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مونیس برادر علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم اکای. سلام علیکم برادر. سلام علیکم اکای. اذان میسرید بزن در نماز جمعه انشالله برادر. همین اذان رو به طاقتی میکنم با اون میسره که اذان بتیم انشالله که دیگه نه انشالله میشه برادر. شما در کجا هستین برادر عزیز؟ سلام علیکم برادر. رحمت خارجان خداوند شما رم در پناهش نگهبان باشد. محمود و فردوس الله سبحان شما رم نگهبان باشد. السلام علیکم و رحمت الله. همی شما کردن درسته میفهمونده داری باره باور کن صحبت ها زیادن که برادر عزیز انشالله که رقم های واتساپ بگیرین انشالله صحبت میکنیم. مثلا 33 4 تا 06 احمد تیجی برادر، مثلا 33 4 تا 06 انشالله بعدا صحبت میکنیم در واتساپ. نه که فرهاد الله سبحانه نگهبان کنه. سلام باشه برادران در حق برادر تیجی الله سبحانه سربلندی دنیا آخرت. راستش نفهمیدم چی گفت برادر من برادر تیوی. الله سبحانه هر چی که در قلبت هست که الله میدونه و خودت با خبر هستی، الله با خبر است، الله سبحانه برآوردش بگردم. آمین یا رب العالمین. سلام خوری جان زلکی نزدی اوی علمي عجيبا طلب جان حييته والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه بركاته انت يا برادر من طلب جان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته برادر من عبد الشكور. الله سبحانه نگهبانتون باشه برادر. انشاءالله برادر من که فراد اکه حرمه جان 933 4 تا 06 933 4 تا 06 الله برکتون که 25 minut شد برادرها که یک قرائت کنن التماس. عثمان کریم و برادر عزیز ما در برن قرار داریم
شرایط برای تلاوت کردن نیست. انشاءالله که خانه که رفتیم یا اینکه فردا کنه میشه، پس فردا اگر خدا خواسته باشه انشاءالله تلاوت ثبت میکنیم میگذاریم در شبکه. انشاءالله که الله سبحانه هر یک شما را نگهبان باشه. پروردگار سربلندی دنیا و آخرت براتون نصیب گردانه. پروردگار و کلی برادران غریبه، کلی برادران مهاجر الله سبحانه در حفظ امانش نگهبان باشه. پروردگار سربلندی دنیا و آخرت براتون نصیب گردانه. الله سبحانه هر مراد و مقصدی که در قلبتان هست برآورده خیر بگردانه. هر کی را مراد است، مقصود است، حاجات است، الله سبحانه برآورده خیرش بگردانه. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با دعا باشه برادران، زنده و سربلند باشه. خداوند یار و مددگارتان باشه. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران.